قولف بشنوید. عینی بعدها سبب این را در آن میدید که قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم در بین ملازادگان مخدومان آغاز عصر 20 یکی از یگانگان زمانش حساب می‌یافت. او همچون شخصی خوش سواد، خوش خط، شعرفهم و روشن فکر بود. عینی چی در مختصری ترجمه حال خودم و چی در یادداشت‌ها بدون خدمت‌های اساسی و حتمی و ضروری دولتی و مأموری در آینده قاضیگی و قاضی القضاتیش این خصلت‌های خوجین خود را بارها وصف کرده است که یکی از آنها این است: شریف جان مخدوم در خوشخطی، خوشسوادی، شعرفهمی و معارف دوستی در بین ملازادگان بخارا قریب یگانه بود. عادتاً فرزندان ملاهای کلان بخارا به دولت و شهرت پدر مغرور شده در خردسالی بی تربیه میمانند و یا اینکه تربیه بد میگرفتند و در کلانساری از هیچ گونه کارهای احمقی و بد اخلاقی خودداری نمی کردند و با وجود این به واسطه نام پدر به منصبهای کلان می رسیدند و بیشترینشان منصب خود را سوء استعمال می کردند. در بین این گونه مردمان کلان دانشمندان کم یافت می شدند که یکی از همان کمیاب ها شریف جان مخدوم بود. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صفحه های 9-10. بنابر همین به هیچ جهت مبالغه گفتن ممکن است که آغاز خدمتگاری بگذارید خیلی سنگین و محتاجانه و قشاقانه و فقیرانه هم بود، در همین حولی کلان این قاضی کلانزاده در آخری آخران بعد از یک چند سال عینی را به دایره و حلقه دانشمندان و ادیبان و هنروران معروف بخارا در آورد. یعنی همین حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم و اهل مجلس و محفل های آن یکی از حل کنندگان تقدیر من بعده حیات و راه ایجادی و علمی، مدنی و پداگوژی، ادبی و بدیعی و تاریخی او گردیدند. خود عینی همان روزها را به خاطر آورده در این باره چنین نوشته بود: خانه شریف جان مخدوم برای من هم نقص بود هم بد. نقص از آن جهت بود که هر هفته 3 شب تعطیل، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه شاعران و خوشگپان شهر در آنجا جمع می شدند، شعرخوانی و لطیفه گویی می کردند. عادتاً در آن گونه صحبت ها خدمت درونی مهمانخانه، چای کشی، دسترخوان اندازی و دیگرها را من و میرزا عبدالواحد می کردیم. من از آن صحبت ها کاملا استفاده می کردم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 1 صفحه 32. از این تأکید عینی روشن معلوم می گردد که گرچند بیشتری باری گران و وزنین و کاری مشکل و دشواری حولی سیرآدم قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به ذمه او افتاده بود، او از این حولی پیش از همه ثروت عقلی و معنوی، دانش و معرفت و علل خصوص شعر و شاعری و ادبیات و صنعت دوستی را می آموزد و از خود می کند. همانجا جلد 1 صفحه 33. از این تأکیدی بالا باز یک دلیل معلوم می گردد که صدرالدین و میرزا عبدالواحد منظم هر 3 شب تعطیل هر هفته نه
با توسط چای کشی، دسترخوان اندازی و دیگر کارها را در مهمانخانه به جا آوردنشان از صحبت و مکالمه، محاوره و مناظره، شعرخوانی و لطیفه‌گویی و مبادله افکاری این اهل فاضل علم و ادب آن روزه بخارا که در آن شب نشینی ها جمع می آمدند کاملا و همه جانبه بهره‌ور می گردند. به طور دیگر گوییم اگر خطا نشود نشانه های چکیده های اولین ادبی و بدیعی و تجربه های نخستین ایجادی و شاعری عینی از همین دایره و محفل ادبی شبهای تعطیل در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم آغاز یافتند و ابتدا گرفتند. درستی همین تخمین و فرضیه بنده را با چنین جمله های عینی نیز تصدیق و اثبات کردن ممکن است. من می توانم گویم که متریال های ابتدایی لیکن مهم ادبی خود را از آن حوری گرد آوردم. من در آن حوری با ملا نرزالله لطفی، عبدالمجید ذوفنون، یحیی خواجه، سید خواجه گلشنی، حامد بیک حامید، عبدالله جان تحسین، ملا برهان مشتاقی، بسمیل، قاری عبدالکریم آفرین دوزخی، مرزا عظیم سامی بوستانی، ملا رحمت سرتراش، عزیز خواجه عزیز و دیگرها که اکثر آنها شاعر و یا شعرشناس بودند شناس و حالدان بودم. صدرالدین عینی، کلیات جلدی 7 صحیفه 10. عینی در یک قطار اثرهای دوره تا انقلابی و من بعدش مخصوصاً از نمونه ادبیات تاجیک سر کرده تا یادداشت‌ها اکثر این ادیبان نامبر شده و صنعتکاران جداگانه را با مهر و محبت بی انتها به خاطر می آرد. با آثار ادبی و بدیعی آنها بهای بلند می دهد و مقام آنها را در بیداری تفکر و شعور جمعیتی، اجتماعی و فلسفی و تاریخی خلق تاجیک زمانش و از جمله خودش پر ارزش و پر قیمت می حسابد. عینی از روزهای اولی شناسایی و حالدانی از زندگانی و آثار اینچنین شنیدنی پارچه های اثرهای بدیعی لطفی، ذوفنون، گلشنی، حامد بیک حامید، تحسین، آفرین دوزخی، سامی، صحبا و دیگران در محفل ادبی حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم درک می کند که آنها از همه دیگر هم کسبانی خود فرق می کردند. بنابراین او در خصوص آنها به چنین خلاصه دقیق آمده می نویسد: انا همینها عبدالمجید ذوفنون، یحیی خواجه، صادق خواجه گلشنی، حامد بیک حامید، عبدالله خواجه تحسین، قاری عبدالکریم آفرین دوزخی، مرزا عظیم سامی بوستانی، عزیز خواجه عزیز بودند گلی سری سبد مجلس های شریف جان مخدوم که من از صحبت آنها بوی خوشی را می شمیدم. درست است که اینها از جهت سویه فکری و جهان بینیشان از همزمانان خود کم فرق می کردند، اما هر کدام آنها کم یا بیش نسبت به ساخت زمان خود ناراضگی داشتند که این خصوصیت آنها هم به من بی تأثیر نمانده بود. همانجا جلد 7 صحیفه 26. عینی از یک جانب من بعد حق داشت گوید که او نخستین مواد ابتدایی ولی مهم ادبی خود را از آن مجلس و محفل و جمع آمد این ادبا و علما در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم گرد آورده است. حقیقت این خلاصه را جمله های زیرین خود او نیز تصدیق می کنند. من که در قطار مرزا عبدالواحد وظیفه پیش خدمتی را ادا می کردم، در آن گونه شبها همیشه در درون مهمانخانه بوده از آن گونه صحبت‌های ادبی آزادانه استفاده می کردم.
صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صحیفه 10. همین طور صدرالدین بر این یک ملا بچه صحرایی مدرسه بی واسطه نباشد هم دائما و همیشه در مجلس و محفل ادبی حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم با اشتراک علما و ادبای بخارای آخر عصر 19 ملا نظرالله لطفی، عبدالمجید ذوفنون، یحیی خواجه سید خواجه گلشنی، ملا برهان مشتاقی بسمیل، قاری عبدالکریم آفرین دوزخی، میرزا عظیم سامی بوستانی، ملا رحمت سرتناش، عزیز خواجه عزیز و دیگران که گلیستری سبد مجلس های شریف جان مخدوم بودند خوشچینی می نمود و بهره‌بر از صحبت و مطالعه، خوشگپی و لطیفگویی آنها و محاکمه شعر و آثار همدیگرشان می شد و با گفت خودش از صحبت آنها بوی خوشی را می شنید. عینی از جانب دیگر با یک حسن توجه تأکید می کند که از دایره ادبی حوری شریف جان مخدوم راه و اصول ایجاد شعر، نخستین معلومات‌های مفید ادبی و بدیعی و موادهای ادبی و استتیکی را یاد گرفته است که بوی معطر و خوشی هر یکی از این گلهای سری سبد این محفل و مجلس‌های ادبی در سیمای ادیبان نام برده به مشام او خوشی‌های کلان علم و ادب را عطا نمودند. از جانب سوم عینی در این مجلس‌ها و محفل‌ها خلق و خصلت، رفتار و کردار، مناسبت و معامله، طرز بیان و چگونگی اسلوب و فعالیت ایجادی هر یکی از آن محفل آرایان را مشاهده می نماید و می آموزد و موافق شوق و ذوق و فهمیش خود از جهان بینی و جهان شناسی بدیعی قسم از آنها سبق می گیرد و من بعد آنها را در زندگی و ایجادیات خود تطبیق می کند و یا از بعضی نامقبول و نامطلوبانشان دست می کشد. مثلا عینی از آن جمع آمد و مجلس ها و مخصوصا از بیانات خود قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم آگاه می گردد که عبدالمجید ذوفنون دانشمندی بزرگی همه فهمی زمان خود می باشد. جلد 7 صحیفه 12. یحیی خواجه مهارتی بلندی شاعری دارد و طبعش در شعر خصوصا در هجویات به غایت روان است. جلد 7 صحیفه 19. صادق خواجه گلشنی از فاضلان آن زمان و از بین آن هم محفلان و هم مجلسان و هم فکران داننده خوبی زبان روسی می باشد. جلد 7 صحیفه 20. حامد بیک حامد را اکثری نوشتجاتش در حجو و تنقید درباریان است. جلد 7 صحیفه 23. عبدالله خواجه تحسین در شعر شناسی استعدادی بلند دارد و غیره. اما قاری عبدالکریم آفرین دوزخی به واسطه بافتن و ساختن شعرهای قلبکی هجوی از زبان شاعران دیگر برای جنگانیدن دو شاعر و ناگپ شده از دنیا گذشتنی بعضی از آنها، مثلا شاهین با توسط آفرین با استاد خود قاضی قربانخانی فطرت ناگپ شده با عالم پدرود نمود، سببگار شده بود. بنابر همین اغواگری هایش احمد مخدوم دانش به او لقب دوزخی را مناسب دانست و او این لقب را با خود به گور برد. جلد 7 صحیفه 34. اگر میرزا عظیم سامی بوستانی با اثرهای تاریخی خود دقت عینی را همچون واقعه‌نگار و مؤرخ مؤلف تحفه شاهی که با روحی مخالفتکاری و تنقیدی دربار نوشته شده است
به خود جلب کرده باشد، جلد 7 صفحه 25. سیما و چهره عزیز خواجه عزیز در تصور عینی همچون فاش کننده همه قاضی کلانان و علمای عملدار نمودار می گردد، جلد 7 صفحه 26 و غیره. صدرالدین ملابچه خوشچین آن جمع آمدها در هر یک از آن محفل و مجلس های حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم نام احمد مخدوم دانش را تیز تیز می شنید و همه اشتراک کنندگان این نام را با کمال احسان و احترام به زبان می گرفتند. یعنی اکثر آنها کم یا بیش این علامه بزرگ را راهبری مفکوروی خیش می حسابیدند. در این باره خود عینی چنین می نویسد: در آن مجلس ها از احمدی کله هم گپ می شد، اما آنها مثل ملاهای مدرسه او را دشنام نمی دادند، بلکه با احترام و تقدیر نام می بردند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1 صفحه 33. با همین منوال خوشچینی صدرالدین از غلزاری پرثمری علم و ادبی محفل و مجلس های حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم آغاز یافته، هر یک خوشه پرمغزی از آن به دست درآورده اش را در آینده در تجربه ایجادی و بدیعی، علمی و ادبیات شناسی، تاریخی و فلسفی، پداگوژی و دیداکتیکی خیش وسیع و مکمل استفاده می برد. همین طور او در حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم نه آن آدمان بخارایی را می بیند که در محیط مدرسه در نظرش در خواب غفلت مانده بودند، بلکه با بعضی آدمان وامی خورد و شناس می شود که با نام آنها فخر می کردند، می باریدند، آینده خلق تاجیک و گلی سری سبد علم و ادب و شرف و افتخار این خلق به شمار می رفتند. از این جاست که با همه قفامانی هایش نگاه نکرده در همین وضعیت تنزل علمی و ادبی عینی مقام این گونه ادیبان را در دایره ادبی بخارای آخر عصر 19 بلند می شمارد. با همین وسیله این قبیل محفل و مجلس ها در حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم صدرالدین را از دایره تنگ جمعیت داماللای کنجکیش ملا عبدالسلام و هم آشان و هم مسلکان او دور گردانیده به عالم مدنیت و صنعت، علم و ادب و شعر و شاعری نزدیک می نمایند و اندیشه و عقیده های نخستین اعتراضاتی او را به ساخت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و دولتی امارت استبدادی بخارا بیدار می کنند. صدرالدین در آن سال دومی تحصیلش از مجلس و دایره ادبی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به قدر امکان و قدرت توانایی، عقل و ادراک، فهمیش و دانش و تفکر و ذکاوتش معلومات ابتدایی دایر به ادبیات بدیعی زمانش می گیرد و با همین منوال ایجادیات اشتراک کنندگان آن به تجربه نخستین ادبی و استتیکی آینده او تأثیر معینی می رساند. او مخصوصا در لحظه های مجلس آرایی در حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم می کوشد که در دایره آن ملاقات ها مخصوصا درباره دو گروه اشخاصی با معرفت و دانشمند و شاعر و ادبیات دوستی بخارا تصور و معلومات کاملتر و روشنتری پیدا نماید. یکی درباره آن ادیبان و شاعرانی که آنها را او بیواسطه یک جایه و یا با نوبت هفته 3 شب جمعه، شنبه و یک شنبه در مهمانخانه قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم میدید و دیگری راجع
به آن ادیبان و متفکران معروف و مشهوری زمانش به مثل احمد مخدوم دانش، شمس الدین مخدوم شاهین، میرزا حییت صهبا و مانند آنها که در این جمع آمدها حضور نداشتند ولی درباره‌شان همه وقت سخنانی نیکخواهانه و صمیمانه می گفتند و نام و کارهای خیر و خوبی‌های آنها دائما ورد زبان حاضرین بودند و به ایجادیات بدیعی، فکر و عقیده و جهانبینیشان بهای خیلی بلند می دادند. این شناسایی غایبانه ملا بچه صدرالدین با خوبی‌های بعضی کسانی نمایان او را آهسته آهسته نه تنها هم پیوند و مخلص بلکه محب و دوست دارنده ایجادیات این قبیل شاعران می‌گرداند و محبت او را به احمد مخدوم دانش، شمس الدین مخدوم شاهین، میرزا حییت صهبا برین معارف پروران و آزاد فکران سال تا سال زیاد می نماید. در هنگامی چنین مبادله های افکار، مطالعه ها، ملاقات و صحبت ها که درباره و در وصف آن شاعران غایب صهبا، احمد مخدوم دانش، شاهین برگزار می گردیدند و سخن رانده می شدند، عینی امکان پیدا می کند که از کی بودن، چی نوشتن و به چی کار مشغول بودن آنها خوبتر و روشنتر و دقیقتر و مشخصتر آگاه گردد. این گونه صحبت و ملاقات ها به آن آورده رسانیدند که او از آن محفل و مجلس ها هم از بدکرداری های راهبرانی حکومت و کلانانی همان زمان، صدرالدین عینی کلیات جلد 7 صفحه 26 آگاه می شود و هم درباره خدمت آن فرزندان فرزانه و مشهور آن زمانه خلق تاجیک معلومات معین و صحیح پیدا می کند. صدرالدین قیمت و ماهیت این شناسایی غایبانه خود را با آن کسانی نمایان معارف پرور و روشن فکری زمانی خود خیلی روشن درک نموده، آن را من بعد به طور ذیل جنبست نموده بود. در مجلس هایی که در خانه شریف جان مخدوم برپا می شد، چنان که از بدکرداری های راهبران حکومت و کلانان همان زمان شکایت می رفت، این چنین خوبی های بعضی کسان نمایان هم ذکر می یافت که من غایبانه به آن گونه آدم ها محبت پیدا کرده بودم. صدرالدین عینی کلیات جلد 7 صفحه های 26-27. اهل آن محفل و مجلس ها مخصوصاً غایبانه درباره ذاتی بزرگ احمد مخدوم دانش با احترام و عزت و اکرام صمیمی زیاد و بی اندازه سخن می راندند و او را در غیبش هم شما گفته نام می بردند و در حق او با صمیمیت گپ می زدند. همانجا جلد 7 صفحه 29. اما چنان که از این پیش در بالا اشاره شد، در مدرسه ها از جمله در مدرسه میر عرب که یکی از حجره هایش استقامتگاه داماد احمد مخدوم دانش بود و او گاه گاه به آنجا برای کار علمی و ایجادیش می آمد، اکثر ملایان متعصب در حق او بسیار سخنهای بد می گفتند. همین گوناگون فکری، مختلف اندیشی و مخالفت فکرها و عقیده ها در آن سالهای تحصیل صدرالدین در مدرسه، مخصوصاً راجع به احمد مخدوم دانش، حیرت و شگفتی و تعجب صدرالدین ملا بچه را به وجود نآورده نمی توانستند. این ملا بچه ادبیات دوست و طالب علم بعد از شنیدن اندیشه ها و صحبت و مبادله های افکار در آن محفل و مجلس های حولی شریف جان مخدوم، این فکر خود را با جمله های ذیل جمع‌بست کرده بود. حقیقتاً هم در یک شهر، در یک زمان، از یک طبقه، همه آنها قطع نظر از سویه فکریشان
به طبقه علما منسوب بودند، در حق یک کس به این درجه توصیف‌های ضد یکدیگر شنیدن آدم را در حیرت می اندازد. یک قسم این طبقه احمد مخدوم را در بدی شاگرد شیطان می شمارید. قسم دیگرش او را در نیکی به درجه فرشته می برآورد. از بس که من از روی دریافت خود اهل مجلس های شریف جان مخدوم را آدمانی درست کردار می دانستم، از روی گفته های آنها محبتم در حق احمد مخدوم روز تا روز زیادتر و هوسم به فهمیدن خصوصیت های احوال او ساعت به ساعت افزونتر می گردید. بنابراین در موردهای مناسب از هر کدام آنها درباره احمد مخدوم چیزها می پرسیدم. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 29-30. در ملابچه صدرالدین از همین وقت از نیمه دومی سال تحصیل 1891-1892 سر کرده. در نتیجه چنین صحبت و مباحثه ها و مشاهده های مختلف و به وجود آیی عقیده و فکر و اندیشه های ضدیتناک در حق احمد مخدوم دانش، در صدرالدین محبت، میل و رغبت و حسن توجه زیاد نسبت به او پیدا می گردند که آنها با عقیده آدمان درست کردار اهل محفل و مجلس قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم نزدیک بودند. از همین مجلس و محفل ها مهر و محبت وی به احمد مخدوم دانش و ایجادیات او سال به سال و حتی ساعت به ساعت می افزاید و از همین سال اعتباراً از بین این دو عقیده و افکار و اندیشه ضدیتناک و سیر صدمه درباره احمد مخدوم دانش، عقیده و افکار آدمان روشن فکر و آزاد فکر و معارف پرور را که بعضی هایشان در اطراف محفل و مجلس حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم گرد آمده بودند دستگیری می کند و تا آخری عمر این علامه معروف و یگانه زمان خیش را معلم ایجادی و مفکوروی و نخستین خود می شمارد. شما گفتار 26 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.